کمک های بشردوستانه عادلانه توزیع نمی شود، حق به حقدار نمی رسد، مستحق واقعی کمک دریافت نمی کند، صدای مستحقین را هیچ کسی نمی شنود. ما در یک سروی که در کابل داشتیم ما دریافتیم که بیشترین نیازمند و مستحق در غرب کابل است. چرا باید تفاوت باشد بین شرق و غرب کابل؟ چرا باید تفاوت باشد بین مردم قندهار، خوست، ننگرهار با مردم بامیان و مناطق مرکزی دایکنی و غور؟ مگر همه ما در یک سرزمین زندگی نمی کنیم؟ چرا باید تفاوت باشد بین توزیع کمک ها؟ با ولایت بدخشان، تخار، بلخ، سرپل، سمنگان، ولایت بامیان، دایکنی، ولایت میدان وردک بخشش زیادترش هزاره ها اونجا تشکیل میده. کمک ها ناعادلانه بوده. در دیگه جایا کمک هایی که توزیع شده هر خانواده 3 بار 4 بار کمک ها را دریافت کردن، اما در ولایت های دیگه که از یک قوم و اقوام دیگر زندگی میکنه اونا 1 بار همون $100 یا $200 را از کمک های جامعه جهانی دریافت کردن و هیچ گونه کمکی نشده، در حالی که فقیرترین مردم که هستند در بدخشان، تخار، بامیان، دایکنی، بخش ولایت میدان وردک تشکیل میده، اما کمک به اینا نمیرسه. همه روزه مردم افغانستان را به گروگان گرفته مشکل اقتصادی است. امروز در این سرمای سرد، در زمستان سرد، ما خانواده های را در تمام نقاط افغانستان بویژه در مناطق مرکزی و غرب کابل سراغ داریم که متاسفانه در وضعیت بد و رقتبار زندگی میکند، ولی هیچ کسی نیستند که به داد این خانواده های فقیر، به داد این خانواده های نیازمند که در واقع شدیداً به همکاری و کمک های بشردوستانه ضرورت داره متاسفانه توجه نکردند.